حموم برو. به خدا اونی که عرقاتو دوست داره فقط و فقط سوپری سر کوچه است، اونم واسه این که ازش اسپری بخری. همینو بس. اسپری بزن. به خدا اتکلونایی که تو استفاده میکنی جلوی اون حجم از مواد شیمیایی عرقی رو نمیگیره. اسپری بیشتر جوابه. اسپری بزن. لباستو بشور. اسپری مدام پشت هم باعث میشه بوی اسپریای قبلی با بوی عرق خوشبو مخلوط بشه، بوی رو به وجود بیاره که تو تاق توالت هم پیدا نشه. بشور. لباستو بشور. لوسیون بزن. این حرکت باعث میشه حداقل تا چندین ساعت بعد همون کسی بهت نگه راستوی بدگویی. پشماتو بزن. اصلاح موهای زائد یکی از ترفندهای خوشبو موندنه، مخصوصا زیر بغلت که اون پشمایی که نبودنشون خیلی بهتر و زیباتر از بودنشونه. بعدم که اسپری و اون داستانا دیگه. همه اینا به کنار روغنای گیاهی مصرف کن. نه هرچی ها، مثل استخوان نعنا، کاج. بعد همون خیلی اثرات مثبتی دارن. نری عنبرنثارا بزنی، روغن بنفشه بزنی، پیشوشی ها. اینقدر وید نزن. به جاش لباس مخصوص تابستونی بخر. ترجیحاً جنس نخی. کولر بزن. پول برقو که تو نمیدی، مردمو داری با عرقت میکشی. اتکلون بزن. ترجیحاً رایحه خنک و ملایم. خدا رو چه دیدی؟ شاید اون وسط ها یکی بهت پا داد، شاید هم دست داد. آب زیاد بخور. آب. مصرف آب میتونه به کاهش تعریق و بوی گند بدن کمک کنه. الکل نخور، قهوه نخور، آب بخور. مسواک بزن. درست حالا بدن عطر خوب میده، دهنت که نباید بوی مردار بده ها. اگه گشادترین آدم دنیا هم بودی و هیچ کدوم از این کارهایی که میگم مثل اتکلون، لوسیون، مسواک زدن، دستمال مرطوب، اسپری، روغن، لباس خریدن، دوش گرفتن، لباس شستن و شیب هم انجام ندادی، حداقل یه دستمال مرطوب بخر. برو یه گوشه زیر بغل کثیفتو باهاش پاک کن. گدا. پاهاتم بشور. دیگه من چقدر بگم بهت؟ خوشبو بودن یه ترفند جدید بیشعور نبودنه. آفرین، انجامش بده. به پایان این 13 قسمت آداب بیشعور نبودنم رسیدیم. امیدوارم که با هم دیگه یاد بگیریم بیشعور نباشیم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه.